سلام دوستان، خوش اومدید به جلسه دوم از آموزش انیمیشن سازی با آنریل انجین. خیلی خوشحال میشم که صفحه‌مو سابسکرایب کنید، نظر بدید، لایک کنید، کامنت بذارید تا انرژی بگیرم و بتونم ویدیوهای بهتری برای شما بسازم. این قسمت بدون مقدمه دوباره میریم سر این که نورپردازی این محیط رو درستش کنیم. توی بخش سلکشن مود لایتینگ رو سلکت میکنیم و شروع میکنیم یه دونه HDR میندازیم توی فضا که یه رنگ نرمالی بده. از اینجا سایزش رو میذاریم روی 500 که یه مقدار بزرگتر بشه، نور بده. تو قسمت ادوانس این تیک رو میزنیم، میریم برای نورای کناری. از همینجا یه رکلایت میکشیم تو. خب این رکلایت رو کلید ای کیبورد باعث میشه که این بره رو حالت روتیشن، مثل 3D مکسه. میگیریم میکشیمش یه ذره بالا. حالا سایزش رو میخوایم کوچیک کنیم. سایزش اینجا الان 64 سانت در 64 سانته. من میگم باشه 2 سانت در مثلا 10 سانت. حالا یه روتیشن هم باید بهش بدیم، این وریش کنیم. زیاد شد. حالا اینو میایم میذاریم کجا؟ میایم میذاریم توی کمودا. اینا روشن شد. اینجا من اینو خاموش میکنم. این مال زاویه است، این مال زاویه است، این مال جابجایی. یعنی اگه این روشن باشه این جابجایی ها ضربه میره. میبینی؟ اینو خاموش کنی نرم میتونی جابجا کنی، دستی جابجاش میذاریم اینجا. شدتش 8 زیاده، میدیم 1. بسته به نظرم. اینجا تو حالت لیت یه دونه داریم میذاریم روی حالت لایتینگ آنلی، فقط نورا رو به هم نشون بده. ببین نور محیط خودش همینجوری خوب و روشن هست به خاطر اکسپوژر زیادی که ما بهش دادیم. پست رو سرچ میکنیم، اکسپوژر رو کمش میکنیم، 12 10 بهتره، خوبه، منطقیه. حالا این نوره رو دوباره سلکت میکنیم، این هم از سرچ درش میاریم، 2 میدیم 5. بهتر شد. کلید آلت کیبورد رو نگه میداریم، اینو میکشیمش بالا، کپی میکنه ازش. دوباره آلت رو نگه میداریم، میدیم یه دونه پایین تر، کپی میکنه ازش. یه ذره بعد بیاد پایین تر تا نورش در. 5 زیاده، همون 1 خوب. اینم میده 1. نور پردازی یادتون باشه همیشه هم اینو بذاری روی موویبل، نباشه یه ذره اذیت میکنه. نور پردازی کاریه که حوصله میخواد، سلیقه میخواد، باید زمان بذاری. بخوای سریع به نتیجه برسی نمیشه، باید با ظرافت. چون اگه بخوای محیط قشنگ درست کنی، کنترل رو نگه میدارم، اینای دیگر هم سلکت میکنم، دوباره آلت رو نگه میدارم میکشم اینور، اینام بیاد. دوباره آلت رو نگه میدارم میکشم اینور، اینورم میاد. الان ما نمیتونیم اینو سلکت کنیم نورو. چرا؟ چون این شیشه جلومونه. میریم جلو میریم جلو میریم جلو میریم تو. او اینا لختن. اینو میدیم بره بالا. ببین آلت رو نگه نداشتم، یه ذره میدمش اول بالاتر، آلت رو میگیرم میدم بره بالا. اینجا دوباره آلت رو میگیرم میدم بیاد اینور، یه ذره میدم بره بالا. تقریبا خوبه، همه نورا رو دادیم. اینجا میتونیم این نور بهش بدیم. آلت رو میگیریم دوباره یه نور میدیم. اینجا دوباره روتیشن میکنیم، میذاره کج، مثل خود این فضایی که ما داریم. کلید جی کیبورد هم بزنی اینا میره توش، معلوم میشه. الان ببینیم چه جوری شده. خوبه، اوکیه. اینو از حالت میذاریم رو لیت ببینیم چه جوریه. ببین نورش اینجاها هم اومده، بازتاباش قشنگ معلوم شده. خب دوباره نیاز داریم که نور بیاریم. نور چجوری بیاریم؟ نور دوباره یکی دیگه میگیریم میندازیم اینجا. چرا معلوم نیست؟ جی کیبورد رو بزن معلوم میشه. ایو بزن، روتیشنش کن. ببین میبینی الان ریز ریز داره جا به جا میشه این عدده. و اینه که این زاویه رو خاموش کنی. وقتی این زاویه روشن باشه 10 درجه 10 درجه میشه، میتونی تنظیمش کنی که بیشتر باشه یا کمتر. این نور رو میدم بره بیرون از ساختمون، یه ذره عقب‌تر،
یه ذره بالاتر، سایزش هم بیشتر میکنم، 64 سانته میزنم 200 سانت در 200 سانت، یه ذره بزرگ باشه، یه نور خوبی بده تو. دوباره اینجا لایت و لیت، البته لیت رو میذارم روی لایت آنلی، فقط بازتابا رو ببینم. این نوره که اینجا بود و این پست هم سرچ کنم دوستش برید، اینو خاموش روشن میکنم تاثیرش رو تو فضام ببینم چقدره. یه مقدار تاثیر داره، بخوای مثلا تاثیر بیشتر ببینی ازش اینو میذاری قرمز، ببینی کجاها رو داره نور میره. این قسمت ها داره این نوری میاد، یه ذره رو سقف هست، بیاریم تو فضا. چی کلا خب درجهش کمه، شدتش کمه. 8 میدم، 20، 30 میدم، 50 میدم، 100 میدم. خوبه، یه نور خوبی اومده تو فضا. حالا رنگش رو درست میکنم، میگم سفید باشه. اینجا یه قسمت داریم تمپرچرش یه ذره میدم بره بالا، رو به آبی بزنه، چون نور محیط دیگه، یه ذره آبی بیاد تو فضا. اصلا یه کاری میکنیم، این HDR هم پاک میکنم، رو مخمه HDR هم پاک کرد. نور داریم بازم، مال خورشیده. خورشید کو؟ میچرخیم دور و بر محیط خورشید رو پیدا میکنیم که دوربین اینه، بکشمش بیرون ببینیم. اینه، این سان، این اسکای، اینا هم نیاز نداریم، دیلیتش میکنیم بره پیکارش. تاریک شد داره، مشکل نداره. میایم تو محیط، نور خام رو بگیریم تا ببینیم بعداً چطوری میتونیم بهترش کنیم. نور خام محیط اینجا با یه پنجره بد نیست، سلکتش کنیم. این سلکت نمیشه، چرا؟ این پرده سلکت، میام بیرون، این سلکت. برای حرکت تو محیط کلید راست موس رو نگه میداری، با W میری جلو، با S میای عقب، A میره چپ، E میاد راست، E میره بالا، Q میاد پایین. من 20 همش دستم این کلید راست رو گرفتم، جا به جا میشم. W رو نگه میدم، هر ور موسم بپیچه اینم همون ور میره. خب آلتو میگیرم، دوباره یه کپی میگیرم ازش، میفرستمش بیاد این ور. آلتو نگرفتم، آلتو میگیرم، یه کپی ازش میگیرم، میذارم این ور. اینم فکر کنم بذاره جاش نامیزونه. اینم بذاریم میام عقب، میام اینجا. هر دیوار داریم اینجا، شیشه است یا دیواره؟ محیط آماده استفاده میکنی، همینه دیگه، اینطوری میشه. حالا ما اینو یه ذره میاریم جلوتر بیاد تو، یه ذره نور بده. خب این یکی چی؟ این یکی هم همینه، شیشه نیست. اینا جای شیشه یه دونه باکس گذاشتن، متریالش شیشه کرد. خب میریم رو حالت لیت ببینیم نور محیط چجوریه. نور محیط نور خوب، یه دست، تمیز. یکم حجم این نورا زیاده، همینو سلکت میکنم، 100 رو میکنم 50، یه ذره قدرت نور رو کم میکنم. خوبه، خوشم اومد، بد نیست. ولی بازتاب این نورا توی کف افتاده. برای این بعد بیایی چیکار کنی؟ بزنی اسپیکیولار همین اسپی رو بزنی میاد، اسپیکیولار اسکیل. اینو میدم چی؟ 0. تمام، رفت. الان دیگه نمیبینی، اثرش هست، بازتابش نیست. اینا هم همینه ها، اینای کوچولوها اینا هم همینه. میتونی اسپیکیول استایلش رو کم کنی یا صفرش کنی که دیگه دیده نشه. شیفت هم نگهداری، با دوربین و موردی که سلکت شده جا به جا میشی. خوبه، اینا بذار باشه، اینا باشه. نیاز به نور مخفی داریم، جای نور مخفی گذاشتم برای ما. آره، یه جای ریزی هست که اینجا ما نور مخفیمون رو بدیم. دوباره یه دونه رکلایت میارم، جیو میزنم که ببینمش، کوشش اصلا اینجاست. ایو میزنم، میچرخونم 90 درجه، یه ذره میدم بیاد عقب، سایزش رو درست میکنم، میگم که باشه 5 سانت. خب اینو ما جا به جا باید بزنیم، اینو باید بکنیم 5 سانت، این 5 سانت باشه در مثلا 400 سانت. چی شده؟ اینجا پت پت میزنه. خب این نورمونم میدیم یه ذره بیاد جلوتر،
در بیاد کارمون. اینو یه ذره میریم بیاد پایین، بریم بده تو، ببینیم از دور چجوری شد. قرمزش میکنیم یا سبز یا هر رنگی که بتونیم حسش کنیم که اون نور چه تأثیری تو فضامون گذاشته. میذارمش یه ذره سر جاش. 500 براش کم، 400 براش کم بوده، میدم 600. 6 متر سالونه، میدم 700. خب رنگشو دوباره میدم سفید. اوکی، تمپرچرشو میبرم گرمش میکنم، میذارم 3500. یه نور زرد نچرالی به ما بده. عقب‌تر میبرم، خاموش میشه. اینجا جای درسته. آلتو نگه میدارم، کپی میکنم ازش. ایو میزنم، میچرخونم 180. دوباره دبلیو رو بزنی میاد توی این حالت، ایو بزنی میاد توی روتیشن، دبلیو میره رو حالت موو. میکشمش. الان شیفت رو من نگه داشتم که اینم دوربینم هم باهاش جابجا میشه. اینم میذاریم اینور. حالا دوباره آلتو میگیرم، یه کپی ازش میگیرم، دوباره ایو میزنم، میچرخونمش 90 درجه. حالا این 700 رو میکنم مثلا 200، چون میخوام اینور رو انجام بدیم دیگه، سمت رو انجام بدیم. 200 هم حالا براش کمه. شیفت رو میگیرم، با نور و دوربین با هم دیگه حرکت میکنیم، میایم اینجا یه ذره عقب‌تر، یه ذره بالاتر. 200 کمشه، 300. این ورش چی؟ این ورش 300 هم کمشه، 400. 400 زیاد شد، 350. خب از همین دوباره آلتو میگیرم، یه کپی میگیرم. الان چرا قرمز شد؟ بخاطر این موویبل بزن درست. ایو میزنم، میچرخونمش دوباره 180 درجه. دبلیو رو میزنم، شیفت رو نگه میدارم، با موس جابجاش میکنم، میذارم اینجا. الان تقریبا نور سقفیمونم درست شده. یه بازتاب خوبی هم رو زمین به ما داده. ببین ما الان بیرون فضا هیچ نوری نداریم، داریم با نورای مصنوعی کارمون رو میرسونیم به یه حدی که استاندارد باشه. خوب شده با نورایی که دادیم، خوب شده. این چیه؟ این بازتاب میده. آره این نور داره میده خودش. پیشم داره. اینم همه چیز خوبه. تا اینجا همه چیز خوبه. سیوال یادت نره ها، اونجا اصلا گفتم سیوال نزنی همش پریده. ما یه متریال سفیدی میدیم به این در دیوارا، از همین متریال سقف میاد. ببین وقتی هر چیزی رو سلکت بکنی اینجا تنظیمات مربوطه به اون آبجکتی که سلکت میکنی میاد. الان من این چوبه رو میزنم متریالش هست، نمیدونم این پرتقالا رو بزنم متریالش میاد، هر چیزی که بزنی، شیشه بزنم متریالش. از سقف چون خوبه رنگش سلکتش میکنم، سرچ رو میزنم، اینجا برای من پیدا میکنه این رنگش. از همین میگیرم کلیک درگ میکشم به اینجا، میدم به در دیوارا. ببین دیوارا تقریبا همه سفید شد، اینجا مونده. میدم به اینا، میدم به این بالا. قرنیز من یه رنگ دیگه بعداً بهش میدم. اینجا هم نیاز داره که سفیدش کنیم. حالا هر رنگی که خواستی، مثلا سبز بهش میدیم اینجا رو، اشکالی داره دیگه. اینجا برمیگرده به سلیقه شما طراح. ببینید شما طراح چیکار می‌کنی. یعنی این رنگ نداره، من همین سبز رو به این میدم. خب ببین اصولی نیست این روش، اصولی نیست که بیای اینجا هر رنگی پیدا کردی بدی به یه جایی، ولی کار را بندازه. الان چه مهمه که این سفیده چه سفیدی استفاده شده، سفید طراحی شده است یا نه. اینا رو مثلا من توسی بهشون میدم، میتونم یه طلایی بهشون بدم، میتونم سبز بدم، میتونم آبی بهشون بدم. الان جیو میزنم از حالت سلکت در بیاد، نه آبی دادم، اشکالی داره، یه آبی براقی هم هست. حالا اینو باید ما، چون این با اینا سلکت میشه، اینو بعداً باید جدا کنیمش که با اینا سلکت نشه. قرنیزه همه یه تیکه است، راحت یه کرم قهوه‌ای بهش میدم. چطور شد؟ خوب شد، میزونه. حالا مثلا اینا رو بعد دوباره دونه دونه بیای جزئیات بدی.
اون پروژه رو من خودم درست نکردم، خودم طراحیش نکردم، یه سری باگا داره، مثلا همین که الان متریال نداره، متریال بهش میدیم، سنگ پله ها خوبه ولی مثلا اینجا این رفته این تو، این چیه؟ تو جلسه قبل بهتون قول دادم که این دیواره رو درستش کنیم. این دیواره که گفتم چرا اینجوریه، من الان فعلا یه دونه از اینا بیارم که یه دونه از بیرونم بتونیم ببینیم. این چرا اینجوری میشه؟ چون این دوتا افتادن رو هم، اینا شروع میکنن پت زدن، نمیدونه اینو نمایش بده یا اونو نمایش بده، اینو میفرستیم پایین درست میشه. این دیواره از این ور داره از این ور نداره. این یه باگ خیلی بزرگه که اگه رعایت نکنی خیلی از جاها به فنا میده. مثل همین این پایه رو ببینین، نصف است، نصفش هست، نصفش نیست. این اشکال از متریالشه. متریالش رو سرچ میکنی، 2 بار روش کلیک میکنی، باز میشه اینجا کلمه تو به انگلیسی تو، تیکه اینو میزنی، تیکه اینم میزنی، سیو همه جا باید بزنی، ضرب در سیو آل. ببین این درست شد دیگه، از اینجور دیده میشه. کنترل زد میزنم، میبینی وقتی تو بله. اینم بهتون بگم همیشه سیوالو بزنید. باشه بقیهش برای جلسه بعد. مرسی که تا اینجا همراه بودی. فالو سابسکرایب یادتون نره.